سده 24 نوامبر سال 2022 در شهر بوستانی پنجکین با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های پرشکوه و خاطرمان برگزار گردید. صدها نفر نمایندگان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، جوانان، نورسان، سابقه‌داران در میدان مجسمه کتاب جمع آمدند. اینجا با یک افتخار بزرگ همگان با بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان راهپیمایی ادانه تشکیل نموده راه به سوی میدان مرکزی شهر پنجکین میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان گرفتند. خبرنگاران تلویزیون سیما از این مراسم پرشکوهی ادانه با چند نفر ساکنان شهر و دهات پنجکین پیرامون مقام و منزلت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان هم صحبت شدند. برای مردم شریف تاجیکستان یکی از صنایع فرخنده این روز تجلیل پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. خوشبختانه امسال 30 سال می شود که ما در زیر پرچم صلح و وحدت حیات آسایشته عمر به سر می بریم. ما از پرچم دولتی ما هنوز در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سنه 24 نوامبر قبول گردید و از سال 2009 این جانب در جمهوری عزیز ما سنه 24 نوامبر همچون روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. پرچم دولتی این رمز دولتداری، رمز بزرگی ملت و تاریخ قدیمی ملت تاجیک می باشد. در رنگ های پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رنگ سرخ این از دلاوری مردم ما، رنگ سبز از آبادی خرمی و رنگ سفید از آزادگی دلی سفید مردم تاجیکستان شهادت می‌دهد. من از فرصت استفاده برده با این صحنه فرخنده تمام مردم شریف تاجیکستان را از نام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکین صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار عصرها پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان باشد و در زیر پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان وطن عزیز ما از این هم زیادتر آباد و زیبا شود. عید مبارک همدیاران عزیز. واقعا تاجیکستان پیشواسای ما در این ایام در فضای متنوع تاریخی بسیار ایده‌های بزرگ تاریخی را پس سر کرده ایستاده است. من همچون جوان فعال گفتنیم که چنین صلح و ثبات، چنین هوای آسایشته در زیر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امان رحمان جریان دارد. ما جوانان زاده استقلالیت شکرانه از آن میکنیم که در زیر سیاست آن کس همچون فرزندی آن کس در زیر این نموی تاریخی ارکان دولتداری در دست خود گرفته آینده درخشان تاجیکستان را تامین می‌نماید. بار دیگر عید پرچم به کل شما همدیگران عزیز مبارک باشد. امروز روز عید است برای کل مردم تاجیکستان و کل مردم تاجیکان دنیا. برای چی یکی از رمزهای دولتی که پرچم ملی او می باشد و کلا تمام مردم شریف تاجیکستان را به این روز مبارک تبریک و تهنیت نموده بهرشان خوشی و روزی ها تمنا دارم و تمنای آن دارم که همیشه بیرق تاجیکستان در بلندی هایی که یکی از بیرق های بلندترین دنیا که در کتاب گینس جای داده بودند همیشه پرافشان باشد و مردم تاجیکستان با پیشوای معظم ملت زنده باشند و گفتی جناب عالی است که به پیش و سوی فتح قله های نیک. من از نام کالج آموزگاری شهر پنجکین و خصوصا از نام خودم، از نام آموزگاران و دانشجویان تمام مردم پنجکین را صدقاً تبریک میگویم و همه‌شون 4 چیز آرزومندم. این یعنی تن صحت، خاطر جمع، وقت خوش، سر بلند باشد که تا جهان باشد و امام علی رحمان سرور ما باشند و ما 100 بار دیگر در اینجا این روزی فرخنده را جشن گیریم. عید بار دیگر به همه‌تون همدیاران عزیز تبریک باد. همچون یکی از جوانان زاده دوران صاحب استقلال کشور شکرانه از فضای صلح و ثبات، آرامی، تنجی و استقلال کاملی وطن عزیزمان میکنیم.
چندین فرزندان برومند این میهن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بین‌المللی بالا برداشتند و ما نیز کوشش می‌ورزیم که این مقدسات ملی را که نشانه از پایداری دولت است در سطح بین‌المللی بالا کنیم. سنه مبارک به تمام هموطنان علل خصوص همدیاران شهر باستانی پنجکین مبارک باشد. ما امروز دانشجویان آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکین امروز با تیاری خیلی خوب 30 سالگی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن گرفته ایستادگیم. من از نام خودم، از نام ماموریت کالج طبی، از نام دانشجویان همه شهروند جمهوری تاجیکستان را با این روز فرخنده تبریک نموده به همه شمایان سلامتی تن صحت با کارهایتان موفقیت ها خواهانم. همه ساله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سنه 24 نوامبر همچون سند فرخنده و فیروز در سرتاسر تاجیکستان تجلیل کرده می شود و امروز جوانان سعادتمند شهر و دیار پنجکین در راهپیمایی قرار دارند و البته پیشوای معظم ملت پیوسته در پیام های خود ارائه می نمایند که جوانان آینده ساز ملتند، جوانان خزینه طلایی ملت و دولت هستند و روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با یکایک جوانان سعادتمند شهر و دیار پنجکین و خاصه به کل مردم تاجیکستان مبارکباد میگوییم و البته ما این سند فرخنده و فیروز را در این روز با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده ایستادیم. بار دیگر جشن سالگرد پرچم ملی دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از مقدسات اساسی تاجیکستان است. بهر کل مردم تاجیکستان مبارکباد میگه. من انیسه ظاهر خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 همچون یک جوان کوشش به خرج میدهم تا با دانش خود برای آبادی وطن سهمگذار باشم. موفق از آن داریم که در چنین وطنی صاحب استقلال زندگی میکنیم. ما شکرانه از آن میکنیم که در چنین وطنی صاحب استقلال عمر به سر میبریم. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، جاویدان فرزندهایت زنده باد. رنگ سبزش سبز شد از جان ما، در سفیدی شرحی بختی سفید میبرد ما را به فردای امید. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، جاویدان فرزندهایت زنده باد. همدیاران عزیز، ما از فرصت مناسب استفاده برده شما را با روز عید پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد می‌نمایم. بگذار در کشور ما همیشه صلح و ثبات و تنظیم و آرامی و وحدت ملی پاینده باد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه افروخته گردد، همیشه در بلندی ها باشد. امروز مردم شریف تاجیکستان روز پرچم جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. من از فرصت استفاده برده کل مردم تاجیکستان را با این روز پرچم تبریک و مبارک میگم. به هر یک اینها پیش از همه سلامتی، عمر دراز، تنسیانتی، بردباری ها تمنا دارم. امروز روز عید است. از فرصت مناسب استفاده برده از نام اداره آب تامین و کانالیزاسیون شهر پنجکین تمام مردم شرفمند پنجکین و تاجیکستان عزیز را با روز پرچم ملی تبریک و تهنیت میگویم. پرچم یکی از مقدسات ملی بوده. تمام جهانیان امروز تاجیکستان را با پرچمش اعتراف میکنند و شناختند. بگذار همه وقت آسمانمان صاف و بی‌غبار باشد، صلح همه وقت پایدار باشد. بار دیگر عید مبارک همدیاران عزیز. در روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین باز یک ناوگانی با وقوع پیوست. از طرف یک نفر صاحبکاری شهری باستانی پنجکین جهت باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی نقلیات مسافرکشانی در شهرمان شرکت نقلیات تاکسی 666 ارزان به فعالیت آغاز نمود. امروز در عرفه جشن 30 سالگی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که یک شرکت تاکسی نو در شهر پنجکین، شرکت ارزان تاکسی 36 رو با مردم شریف پنجکین باستانی پیشکش نماییم تا که از خدمت رسانی های مفید و دسترسی ما بهره‌ور گردند. ما برای باز هم پیشرفت شهرمان کوشش به خرج میدیم. میگفتید که چی برتریت دارد از دیگر شرکت؟ برتریت های خیلی زیاد دارد. یکی از برتریت هایش این نرخ ارزانش است و
бартарияти дигараш яъне ки вақте ки мизоҷон такси моро фармоиш медиҳад аллакай нархашро медонад арзонияш аз они мо аз рӯи километражаш камтар арзонтар аст нисбатан барои шурӯъ кардан барои оғози ин тасмими мо ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент кӯмаки худро расонда истоданд аз инҳо миннатдории худро баён мекунем ва иловатан миннатдории худро ба ҳукумати шаҳри панҷакент расонида ҳастем. پرچمی ننگ و نامی ما بارای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کاویانی ما پرچمی ننگ و نامی ما بارای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دل پرچمی کاویانی ما بالگشا 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 رنگی برن سبز و سفید و لاله رنگ بالگشا 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 رنگی برن سبز و سفید و لاله رنگ تاج و ستاره هات خشن تاجی سرستی وطن جانی من هستی وطن مالی من هستی مرغ همای تاجیکان جیلوه ما باشیان مرغ همای تاجیکان جیلوه ما باشیان پاره‌ای دی پاره‌ای جان در تن نسل یاریان پاره‌ای بالگشا رنگی برن بالگشا 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 رنگی برن سبز و سفید و لاله رنگ تاج و ستاره هات خشن تاجی سرستی وطن جانی من هستی وطن مالی من هستی شرم گیاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخمی درای همان کاوان بر سری نزدکر و آنگه زیبازار برخواسته فرو ریختی و زرد و سرخ و بنفش همه خاندش کاویانی درفش کنون گشته و سرخ و سبز و سفید از این
خورشید بود جهان